درازگوش دیگری در شبکه ولایت باز اومده تحدی کرده. من بارها گفتم ببینید شما وقتی تحدی میکنید یعنی ادای شبکه وصال و محمد انصاری رو در نیارید. تحدی میکنید در آخر یکم فکر بکنید، این 200 تا 300 تا کارشناسی که دارید باشون بشینید بگید ما میخوایم همچین غلطی بکنید، بعد بهتون مشوره بدن. لااقل یک چند روزی مردم یعنی متوجه نشن به این دروغای شما. این آقای دکتر جدیدن دکتر هم شده تو ایران که میدونید که این دکتر شدن خیلی آسونه. هر روز یک دکتر جدید تحویل جامعه میدن اینا. این آقای ابوالقاسمی اومد تحدی کرد. ما هم چه خوشمون میاد تحدیای این آخوندا. کلیپی هست من خدمتتون پخش میکنم تا ببینید، یعنی مثل قزوینی در مورد اصل المذاهب که گفت که اینا ابن تیمیه گفته که رؤوس مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونسته و اینا، اینجا ببینید چطور با وقاحت میان انکار میکنن یک مطلبی رو. با همین کلیپ رو ببینیم. این چه ادعایی رو مطرح کردن. جالب در اینجا یک نقطه‌ای هست که ایشون در مطلب جیم اینجا در مناظره قبلی استاد ابوالقاسمی با شما در موضوع مهدویت که با فرار شما همراه شد، یا واقعا اینو اسمش رو چی بگذاریم؟ من در اون برنامه در مورد نقد روایات 40 روایت وهابیت در چند جلسه پشت سر هم اومدم 5-6 سوال رو از آقای ابوالقاسمی سوال کردم، تا به امروز هم جواب نداد این سوالات رو. دوستان این سوالات رو آماده بکنن ان شاءالله. دوباره فقط اشاره میکنم ایشون اومد در مورد 40 روایتی که در مورد مهدویت گفتن با این لفظ گفتن الان 40 روایت متواتر هست، متواتر نیازی به بررسی سندی نداره. من 40 روایت در مورد مهدی بودن امام موسی کاظم آوردم، بیشتر از 40 روایت که عرض کردم که این 40 روایت از روایات مهدی بودن محمد بن حسن عسکری هم در واقع قوی‌تر هست و هم سالم‌تر هست از معارض. شما این روایات مهدویت امام موسی کاظم را با چه مبنایی رد میکنید تا ما با همون مبنا بیایم روایات مهدی بودن محمد بن حسن را بررسی بکنیم؟ اما تا حالا جوابی ندادن. اول این کلیپ رو تقطیع کردن، فکر کردن که ما نمیتونیم اصل کلیپ رو نشون بدیم. در مطلب جیم اینجا در مناظره قبلی استاد ابوالقاسمی با شما در موضوع مهدویت که با فرار شما همراه شد، یا واقعا اینو اسمش رو چی بگذاریم؟ من در اون برنامه در مورد نقد روایات 40 روایت وهابیت در چند جلسه پشت سر هم اومدم 5-6 سوال رو از آقای ابوالقاسمی سوال کردم، تا به امروز هم جواب نداد این سوالات رو. دوستان این سوالات رو آماده بکنن ان شاءالله. من دوباره فقط اشاره میکنم ایشون اومد در مورد 40 روایتی که در مورد مهدویت گفتن با این لفظ گفتن الان 40 روایت متواتر هست، متواتر نیازی به بررسی سندی نداره. من 40 روایت در مورد مهدی بودن امام موسی کاظم آوردم، بیشتر از 40 روایت که عرض کردم که این 40 روایت از روایات مهدی بودن محمد بن حسن عسکری هم در واقع قوی‌تر هست و هم سالم‌تر هست از معارض. شما این روایات مهدویت امام موسی کاظم را با چه مبنایی رد میکنید تا ما با همون مبنا بیایم روایات مهدی بودن محمد بن حسن را بررسی بکنیم؟ اما تا حالا جوابی ندادن. گفتن متواتر هست پس بنابراین نیازی به بررسی سندی نداره. این قسمت رو از اینجا به بعدش رو کات کرده بودن، چون از اینجا به بعد آبروی شیعه رو میبره، آبروی ابوالقاسمی و به اصطلاح حوزه علمیه نجف و قم و هر چه رافضه است در دنیا میبره. از این به بعدش رو کات کردن. حالا من کامل این کلیپ رو پخش میکنم. از این به بعدش این است مطلب. گفتن چند نفر از علمایتون مانند علامه مجلسی اومدن اعتراف کردند که روایات تحریف قرآن متواتر است. شما بفرمایید که تفاوت تواتر امامت یا تواتر مهدویت با تواتر تحریف قرآن در چی هست؟ اینو به ما پاسخ بدن. تا حالا پاسخ ندادن. اون وقت میگه که شما از مناظره در واقع فرار کردید. به هر صورت این بود اصل کلیپ که اینا اون قسمت آخرشون که قضیه تحریف قرآن است و تو این مسئله حرفی برای گفتن ندارن کات کرده بودن. میگن که روایت مهدویت متواتر است، نیاز به بررسی سند نداره، پس روایت تحریف قرآن هم متواتر است، پس شما که به مهدویت اعتقاد دارید باید به تحریف قرآن هم اعتقاد داشته باشید.
این کلیپی بود که پخش کردن از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و بعد این آخوند اومد اینجا یک تحدی رو مطرح کرد که من ان شاءالله خیلی مختصر امشب پاسخ میدم به این قضیه. گفتیم که قضیه مهدویت مانند همه مقدساتی که در اسلام وجود داشت و در مقابلش اینا اومدن مقدسات ساختگی درست کردن. در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رو علم کردن. در مقابل قرآن اصلی قرآن تحریف شده رو علم کردن. در مقابل کعبه اومدن کربلا رو مطرح کردن. در مقابل امام مهدی رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اومدن ایشون بشارت دادن که ما اعتقاد داریم به دنیا نیامدن، اومدن امام زمان ساختگی درست کردن تا مقدسات اسلام رو کمرنگ و بدنام بکنن. بعد تهمت‌های فراوانی بهشون نسبت دادن و به هر صورت اینجا وقتی که ما 40 روایت مهدویت امام 12 اینا رو بررسی کردیم و 40 تا تناقض ازش نشون دادیم و تقریبا 5 روایتی که صحیح بود اونا رو بررسی سندی کردیم و بقیه همش روایت ضعیف و مجهول بود که دلالتی هم بر وجود امام 12 نداشت. اینا اومدن گفتن که بابا شما بررسی سندی نکنید، نیازی به بررسی سندی نداره چون اینو متواتره. وقتی قضیه متواتر بودن تحریف قرآن رو مطرح کردیم، کلیپو کات کردن و گفتن تا حالا جوابم ندادن و همینطوری در سکوت مرگبار مثل مراجعشون فرو رفتن. جدیدن دوباره ایشون همین تلفنچی شبکه ولایت آخوند ابوالقاسمی دوباره اومده تحدی کرده. اون تحدی ابن ابی شیبه رو که هفته گذشته پاسخ دادیم، یزدانی همینطور خفه خون گرفت و رفت، دیگه اصلا خبری ازش نشد. حالا در تماسی که بینندگان داشت بهش اشاره میکنه که پاسخ داد شبکه وصال حق، یک ماسمالیزیشن دیگه کرد و فرار کردن از اصل قضیه. حالا ادامه این روایت رو ببینید که ادامه این کلیپ رو ببینید که این ابوالقاسمی میشه تحدی بیان میکنه. این عجب ادعایی رو مطرح کردن استاد عباس. کانالشون هم پخش کردن این رو، مثلا خواسته من جواب بده. شما یادتون رفته ما رصد کل شبکه شما رو داریم، کلش هم از اول تا آخر شما و چند تا شبکه رو ذخیره میکنیم. ببینیم همون زمان مناظره با بنده چی گفتن اون موقع، یادش رفته آقا؟ کلیپو با هم ببینیم. بله نقد حساب میکنیم پاسخش رو با شبکه‌های وهابی. کلیپ بعدی رو ببینیم خودشون بعد از اون بحثایی که با استاد ابوالقاسمی داشتن به چه نتیجه رسیدن و چی گفتن. ما در این برنامه این مواردی رو که خدمتتون نشون دادیم هیچ کدومش بحث علمی نبود، خیانت بود، فریبکاری بود، دروغ بود. این مطالب رو خدمتتون نشون دادیم. اگر در برنامه بعدیشون اومدن مطالب علمی مطرح کردن انشالله پاسخ خواهید شنید، اما اگر که اومدن مسخره بازی کردن و خلاصه از این ادوبازی ها در آوردن و میمون بازی در آوردن اما ابوالقاسمی و انبوزش، ما چیکار میکنیم؟ فقط دروغا اینا رو در هر برنامه‌ای که گفتن میگیریم به شکل کلیپ 24 ساعت طول هفته، روزانه، طول سال پخش میکنیم تا مثل قزوینی بینندگان بقیه اینا رو هم بشناسن. اما اینکه بیایم وقتمون رو تلف بکنیم که این برنامه با اینا سر و کله بزنیم، ما مثل اینکه برگردیم به همون امام زمان خیلی بهتر است، که چون واقعا میسوزن وقتی که صحبت در مورد روایات صحیحشون، احادیثشون، بررسی رجال و سند میشه. راه چاره دیگری ندارن، دست میزنن به این مکاری و فریبکاری و دروغ و تلبیس و خیانت و کاز کردن صحبت ها و ساختن گاف و بحث مناظره. بله نمونهشو نشون دادم، دروغگویی، تلبیس و خیانت اینها. همین که کلیپ حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان رو آخرش قسمت آخرش رو کات کرده بودن، بحث حدیث متواتر در مورد مهدویت و حدیث متواتر در مورد تحریف قرآن. بر اساس همون مبنایی که شما حدیث متواتر رو در تحریف قرآن رد میکنید، بر همون اساس ما رد میکنیم. بر همون اساس که حدیث مهدویت رو متواتر از قبول دارید، بر همون اساس ما به شما این قضیه تحریف قرآن رو نسبت میدیم، چون که این یک تناقض بزرگی است که نمیتونید ازش فرار بکنید. این دیگه حالا این ماسمالی است، یعنی اصل قضیه رو انشالله لحظاتی بعد خواهید شنید. این مناظره یعنی به معنی اعلام نظر هست، هر کسی نظر خودش رو اعلام بکنه. ما نظر خودمون رو در همین چند شبکه‌ای که داریم اعلام میکنیم و شیعه ها در 50 60 شبکه بیشتر از این که دارن نظرشون دارن اعلام میکنن. شما نظر ما رو اینجا هم بشنوید، اونجا هم بشنوید نظر اونها رو. بله این هم پاسخ نقد به این آقای. خب گفتش که نه ما که مشکل نداشتیم و البته جواب داده. من جوابش چی بوده؟ عبارتی که گفت من چی بیشتر از 40 روایت، خوب دقت کنید، بیشتر از 1، 42 روایت 3
در مورد مهدی بودن امام کاظم آوردم 4، هم قوی تر است 5، هم سالم تر از مارز 6. من از این 6 تا که تو گفتی چند تا میذارم کنار، بیشترشو نمیخوام. بیشترشو نمیخواد چون که میدونه که بیشتر هست. گوش کنید که دیگه چی میگه. نمیخوام. قوی تر و سالم ترش هم نمیخوام. قوی تر و سالم ترش هم نمیخواد چون که میدونه که احادیثی که در مورد مهدویت امام موسی کاظم هست قوی تر است و سالم تر است. 3 تا شرط، 40 تا روایت، ما 40 تا گیره نقدن بر مهدویت حضرت مهدی در آخر از زمان که گفتیم آقا فرزند امام حسن عسکری باشه و چی آوردیم ما 40 تا آوردیم. دروغ میگه. کل روایت های 40 تا روایتی که آوردن ما بررسی کردیم، 4-5 تاش صحیح بود که اونها هم بررسی سندی کردیم که همه درب و داغون، و در کل این روایتاش شاید یک 4-5 تاش دلالت بر این میکرد که فرزند حسن عسکری، بقیه دلالت نمیکرد به این قضیه. اصلا در مورد ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری هیچ روایت صحیح در کتاب‌های اینا وجود نداره. حتی در باب مولود صاحب الزمان که شما به کتاب کافی مراجعه بکنید که تقریبا 30 و چند روایت هست، اکثر این روایت ها ضعیف است و 2-3 روایتی هم که صحیح هست اون روایت ها دلالت بر ولادت مهدی نمیکنه بلکه دلالت بر علم غیب ایشون میکنه. در قضیه مهدویت حرفی برای گفتن اینها ندارن. حالا ببینید که چی میگه. شما 40 تا روایت بیار، 40 تا روایت هم باشه، نه یا 40 تا کتاب ذکرش کرده، نه 40 تا روایت. فارسی دارم صحبت میکنم. اگر نیاری دروغ گفتی، مثل بقیه دروغات هم حساب میکنن، این هم شکسته ولی حساب میکنن. 40 تا روایت در مورد این که امام کاظم همان مهدی آخر از زمان و اون کسی است که زمین پر از ابداد میکنه. تعارف نداریم. این که بگی آقا همه ائمه مهدی بودن، امام خب ما داریم امام حسن مهدی بوده، امام حسین مهدی بوده، امام سجاد مهدی بوده، همه ائمه اون مهدی بودن. مثلا 12 تا مهدی داریم. اینا نه. اونی که شما ادعا میکنی 40 تا روایت، 42 روایت، 3 این که امام کاظم همان مهدی است که در آخر از زمان زمین پر از ادوداد میکنه. یه قرینه برای اینکه مربوط به آخر از زمان است، مربوط به اینکه آخرین امام است، مربوط به اینکه خودت یک اینجوری ثابت کنی. 40 تا روایت شما بیار، اگر توانستی قبول میکنیم، مشکل نداریم. اما میدونم اینم مثل بقیه دروغات برنده فاستقلینه، ما خواهیم از ائمه دفاع کنیم. دروغ گفتی پاشم میم باید بخوری. بله، این بود اصل کلیپ و تحدیشون که تهمت به حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان که ایشون دروغ گفتن. حالا بسم الله توکلنا علی الله، شروع میکنیم به جواب این آخوند. اولا 40 روایت گفت، 40 کتاب نه، 40 روایت. من اجازه میخوام از بینندگان عزیز و گرامی که امشب میخوام آقای دکتر حجت الاسلام دکتر ابوالقاسمی رو درازگوش خطاب بکنم، چون ما 2 گزینه بیشتر نداریم، یا طوسی درازگوش است یا ابوالقاسمی درازگوش است. یکی از این 2 تا درازگوشن، چون که در کتاب الغیبه طوسی اومده 40 تا روایت آورده، گفته بیش از این هم روایت ها هست، اما 40 تا روایت رو برده در اینکه شیعیان در زمان امام موسی کاظم اعتقاد داشتن که ایشون مهدی آخر زمان است که دنیا رو پر از عدل و داد میکنن. گفت که 40 تا روایت باشه، مهدی آخر زمان قائم آل محمد باشه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. سه به اصطلاح شرط ایشون آقای ابوالقاسمی یا درازگوش شبکه ولایت یا تلفنچی شبکه ولایت یا شترمرغ خودمون که قبلا تو همین قضیه تواتر مهدویت بهشون خطاب کرده بودیم، چون اونجا که گفتیم شترمرغ دلیلش این بود که وقتی گفتیم روایت ها رو بررسی سندی میکنیم، گفت نه بررسی سندی نیاز نیست چون اینا متواتر است. وقتی اومدیم قضیه تواتر روایت تحریف قرآن رو مطرح کردیم، گفت نه این روایت ها ضعیف است، روایت مهدویت صحیح است. مونده بود، گاهی میگفت صحیح است، گاهی میگفت متواتر است، یعنی مونده بود که اصلا چیکار بکنه. میگفت متواتر است، بررسی سندی نمیخواد. وقتی بررسی سندی کردیم، خلاصه تناقض در تناقض. بر صورت 3 شرط گذاشت، گفت 40 تا روایت، 40 کتاب نه، از یک کتاب 40 روایت بیارید. دیگه
قائم آل محمد باشه، یعنی مهدی آخر زمان باشه و همچنین دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. بسم الله. آقای ابوالقاسمی بگیر نوش جان کن. کتاب الغیبه، تالیف العالم الربانی شیخ الطائف ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی. این کتاب رو در مورد غیبت امام 12 نوشته. طوسی اثنا عشری است. من که گفتم یا ابوالقاسمی درازگوش است یا طوسی، الان ثابت میکنم براتون. این میگه 40 تا روایت برید در این که امام موسی کاظم تحدی که حضرت مولانا مطرح کرده بودن که مهدی آخر زمان است، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. این خبیث، حالا من میدونستم میخواست چی کار بکنه که ما این 40 روایتی بیاریم، میگه نه این یک فرقه باطل است، اصلا همه امامان امام مهدی هستن. اونجا در کلیپ اشاره کرد از علی تا امام زمان همه امامان امام مهدی هستن، مهدی به عنوان هدایتگر. وقتی گفتم که یا طوسی درازگوش است یا ابوالقاسمی، چون طوسی اومده این 40 تا روایت رو آورده رد کرده، تک تک روایت ها رو آورده رد کرده. رد چی کرده؟ رد ادعای فرقه‌ای به نام واقفیه که ادعا داشتن که امام موسی کاظم امام آخری است و ایشون مهدی است، قائم آل محمد است، همین کسی است که قیام میکنه، دنیا رو پر از عدل داد میکنه. طوسی اومده این قضیه رو رد کرده، 40 تا روایت رو آورده که روایتاش صحیح‌تر، بدون معارض‌تر، دقیق‌تر از و رجالش ثقه هستن. حالا اینم ثابت خواهم کرد، رجالش ثقه هستن، برعکس 40 تا روایتی که در مورد امام 12 مهدی موهومی که اعتقاد دارن آوردن. این 40 روایت رو طوسی آورده رد کرده. اگر اینا هدایتگر بودن، موسی کاظم هدایتگر بود و مهدی آخر از زمان نبود، پس حضرت شیخ طوسی شما درازگوش تشریف داشتن، چون که وقتشون رو صرف کردن این 40 روایت رو رد کردن. نیازی به رد نبود. خب موسی کاظم مهدی است، مهدی هم به معنی هدایتگر است، مهدی آخر زمان که نیست، پس چه نیازی به رد داشت؟ اما اگر که این 40 روایت همون 40 روایت است که حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان بهش اشاره کرده بودن که روایات است که در اثبات مهدویت موسی کاظم فرقه واقفی، یکی از فرقهای شیعه که اینا از زمان حضرت علی تا امام 12 اینا به تدریج همینطور در حالت پیشرفت و ترقی و تغییر و تبدیل بودن فرقهای شیعه. پس آقای ابوالقاسمی شما دروغگو و مدلس تشریف دارید یا درازگوش، هر کدومش رو که میخواید به شایسته شما هست، ما تقدیم حضورتون میکنیم. اما میریم رو کتاب الغیبه طوسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم شناسنامه کتاب در عراق نجف اشرف هم چاپ شده، در لبنان بیروت، در اینجا هم در دارالنشری که هست در اونجا از شیعیان در اونجا پخش میشه. صفحه بعدی. در اینجا در صفحه 39 شیخ طوسی میاد در اینجا در مورد این کاری که کرده، 40 روایتی که آورده. والواقفه تروی اخبارا کثیره، اخبار فراوان، روایات فراوان، تتضمن انه، که این اخبار، این احادیث دارای این مطلب است که انه لم یمت، امام موسی کاظم نمرده، و انه قائم، که ایشون قائم آل محمد است، المشار الیه، که بهش اشاره شده، موجودتون فی کتبهم و کتب اصحابکم، که موجود است در کتب شما و کتب اصحاب شما. فکیف تجمعون بینها و کیف تدعون العلم بموته مع ذلک، چطور جمع میکنید بین این روایت و روایات مهدویت امام 12 و چطور ادعا میکنید که ایشون از دنیا رفته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. روایت اول از ابا عبدالله روایت شده که لا ینسجنی والقائم اب، یعنی در اینجا این روایت از ابا عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که میگه بین من و بین قائم، قائم کی است؟ امام زمان، پدری وجود نداره، یعنی این قائم موسی کاظم فرزند امام جعفر صادق است. روایت دوم اتیت ابا عبدالله یا یزید اهدیتها والله لقائم آل محمد، که هدیه رو که آورده بود دادن به قائم آل محمد که اشاره به موسی کاظم است. روایت سوم یقول ان الله استنقذ بنی اسرائیل من فرعونها بموسی بن عمران، الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل رو به موسی بن عمران نجات داد. و ان الله مستنقذ هذه الامه من فرعونها بسمیه، که الله این امت رو، یعنی امت اسلام رو نجات میده از شر فرعون. به کی؟ به همنام موسی، یعنی کی؟ موسی کاظم. روایت بعدی من بعضی از این روایت ها رو میخونم، همه اینا دلالت بر امامت
امام مهدویت امام موسی کاظم میکنه. این روایت چهارم، روایت پنجم، روایت ششم، روایت هفتم، روایت هشتم. این روایت خیلی جالبه. در اینجا از پدر امام موسی کاظم روایت میکنن که ایشون گفته که قال تذاکرنا عنده القائم، در نزد ایشون اشاره شد به قائم آل محمد، فقال اسمه اسم حدیده الحلاق، آهنی که باش به اصطلاح ریش میتراشن، موی سر میتراشن، در عربی بهش میگن موس. اشاره به کی است؟ در اینجا میگه که اسمه اسم حدیدت الحلاق، اسمش اسم اون آهنه که موی سر میتراشن، ریش میتراشن. حلاق یعنی به اصطلاح کسایی که سلمانی دارن. حلاق یعنی سلمان. این در عربی به این آهنی که تیغ میگن بهش به فارسی، به این میگن موس. یعنی چی میگن؟ اسمش اسم همون حدیده حلاق است که موس یعنی موسی. اینطوری در اینجا تعبیر کرده. روایت نهم، ابنی هاده یعنی ابوالحسن. امام جعفر صادق چی میگه؟ ابنی هاده، فرزند من این یعنی ابوالحسن، یعنی کی؟ موسی کاظم. هو القائم و هو من المحتوم و هو الذي يملهها قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا. ابن من یعنی همین ابوالحسن موسی کاظم، این قائم آل محمد است و هو کسی است که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، همان گونه که پر از ظلم و جور شده. روایت دهم، من المحتوم ان ابنی هذا قائم هذه الامه، این فرزند موسی کاظم قائم این امت است. و صاحب السیف و اشار بیدی الی ابنه ابوالحسن، اینجا الحسن نوشته که اشتباه تایپی است. روایت 11، روایت 12، روایت 13. در اینجا ببینید هذا والله ابن حقا، این فرزند من موسی کاظم، و هو والله یملهها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، این دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همانطوری که پر از ظلم و جور شده. ای والله ابن هذا لا یخرج من الدنیا حتى یملهها الارض به قسطا و عدلا، این فرزند من نمیره مگر که دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. کما ملئت ظلما و جورا، ثلاث ایمان یحلف، 3 مرتبه قسم خورده. روایت 14، روایت 15، روایت 16، روایت 17. اینجا میگه که ان ابنی، اینجا خیلی جالبه، که انی به ابن حمیده قد ملها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. این حمیده همسر امام جعفر صادق، مادر امام موسی کاظم است. گویا که من میبینم که پسر حمیده، اسم مادرش اینجا ذکر کرده، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همان گونه که پر از ظلم و جور شده. روایت 17 میگه اما انه الذي یملهها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همان گونه که پر از ظلم و جور شده. روایت 18 میگه که و انه من المحتوم ان ابنی هذا هو القائم، این ابن من فرزند من موسی کاظم او قائم است، قائم آل محمد. بعد در اینجا به ابن حمیده دوباره اشاره میکنه که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه از شرق تا غربش. روایت 19، روایت 20، روایت 21، روایت 22، روایت 23، روایت 24. اینجا خیلی جالب میگه که اگر پیش شما آمدن من جاءک فقال لك انه مرض ابني هذا واغمضه وغسله ووزعه في لحده ونفض يده من تراب قبره فلا تصدقوا. اگر امام جعفر صادق چی میگه؟ اگر اومدن گفتن که این فرزندم یعنی موسی کاظم مریض شده، مرده، غسلش دادن، کفنش کردن، تو قبرم گذاشتن، خاک قبرش هم با دستانشون گرفتن، باور نکنید. چرا؟ چون که این مهدی است، امام زمان است. روایت 25، همین معنی رو دوباره میگه که اگر که اومدن گفتن که مرده باور نکنید. روایت 26، روایت 27، روایت 28، روایت 29، روایت 30، روایت 31، روایت 32، روایت 33، روایت 34، روایت 35، روایت 36، روایت 37، روایت 38، روایت 39 و روایت 40. جناب آقای ابوالقاسمی، این
در اینجا الان ما 2 تا گوش دراز داریم، یک اسمش ابوالقاسمی، یک اسمش توسیه. تو میگی که امامان ما همه مهدی بودن، یعنی هدایتگر بودن، پس این گوش دراز شما آقای توسی همین یک کار بیهوده کرده، اومده 40 تا روایت رو رد کرده، گفته روایت زیادی دیگری هم وجود داره، قضیه مهدویت امام موسی کاظم رو رد کرده. پس ایشون به هدایتگر بودن موسی کاظم اعتقاد نداشته، چی رو اینجا رد کرده؟ یا میگید که امام جعفر صادق علیاذ بالله دروغ گفته در اینجا که این فرزند من قائم است و دنیا رو پر از عد و داد میکنه، چون همه ما میدونیم که امام موسی کاظم هیچ کاری نکرد برای اینکه دنیا رو پر از عد و داد بکنه، به نظرم در زندان هم فوت کرده. این از این تحدی. حالا ما همه ابواب رو میخوایم ببندیم که فردا نیاد بگید نه والله این یک فرقه بودن و فلان بودن این بودن. کسانی که بزرگان فرقه واقفیه که اعتقاد به مهدی بودن امام موسی کاظم داشتن، از رجال ثقات مذهب شیعه اثناعشری محسوب میشن که شیعیان اثناعشری از اونها روایت میگیرن. برای نمونه میریم سراغ کتاب این رجال نجاشی. این کتاب رجال نجاشی است، نویسندش هم شیخ جلیل ابوالعباس احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس النجاشی الاسدی الکوفی، یکی از رجالیون معروف شیعه هست. اینم شناسنامش و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم این کتاب رو چاپ کرده. در اینجا نفر 84 حسن ابن محمد ابن سماع ابو محمد کندی من شیوخ الواقفه، از شیوخ فرقه واقفیه بوده. واقفیه کسایی بودن که به امامت موسی کاظم اعتقاد داشتن که حالا از کتاب فرق شیعه مفصل خدمت شما عزیزان نشون خواهم داد. کثیر الحدیث، حدیث زیاد روایت کرده. فقیه اون ثقه، هم فقیه بوده هم ثقه بوده در مذهب. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اعتقاد به مهدی بودن موسی کاظم داشتن، اینها ثقه هستن در نزد شیعه اثناعشری. نکته خیلی جالب، در این شخص که هم ثقه بوده و هم فقیه بوده، کتابی و له کتب منها، کتاب داشته. کتاباش چی بوده؟ النکاح، الطلاق، الحدود، الدیات، القبله، الصحو، الطهور، الوقت و البیع و الغیبه. یعنی این شخص کتابی به نام الغیبه داشته در اثبات مهدی بودن آخر از زمانی که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. برای کی؟ برای موسی کاظم. فرزند کی؟ فرزند امام جعفر صادق. شخص بعدی علی ابن الحسن ابن محمد الطائی، در اینجا کان فقیعا ثقة فی الحدیث و کان من وجوه الواقفه و شیوخهم. این آقا هم ثقه بوده در حدیث و هم فقیه بوده و هم از چهرهای سرشناس فرقه واقفه بوده که اینها میگفتن که موسی کاظم فرزند امام جعفر صادق مهدی آخر زمان است که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. این آقام کتابهایی داشته، کتاب توحید، الامامه، الوفات، الصلات، الموتى، الفرائض، الغیبه. کتاب نوشته این آقا که ثقه هم هست، فقیه هم هست، محدث هم هست در اثبات مهدی آخر از زمان بودن کی؟ موسی کاظم. شخص بعدی علی ابن عمرو یا عمر الاعرج، این ابوالحسن کوفی، کان صاحب زکریا المؤمن و کان واقفا، اینم واقفی بوده. ضعیفا فی الحدیث، در حدیث ضعیف بوده، اما له کتاب الغیبه، کتاب غیبه داشته. در اثبات چی؟ در اثبات غیبت امام موسی کاظم و اینکه ایشون امام آخر از زمان، قائم آل محمد و کسی است که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. شخص بعدی علی ابن محمد ابن علی، کان ثقة فی الحدیث، ثقه بوده در حدیث. واقفا فی المذهب، واقفی مذهب بوده. یعنی چی؟ اعتقاد به مهدی بودن امام موسی کاظم داشته. صحیح الروایه، روایاتش هم صحیح هست. این شخص نجاشی اثناعشری ها، این که میگه ثقه صحیح الروایه در مذهب اثناعشری است، با اینکه اعتقاد به مهدویت امام موسی کاظم داشته. ثبت بوده در روایت. معتمدن علی ما یروی، اعتماد داشته به اون چیزی که روایت میکرده. وله کتب، کتابهایی هم داره. منها کتاب الدلائل، کتاب الغیبه. این شخص هم که ثقه بوده و ثبت بوده و فقیه بوده و محدث بوده که نجاشی اثناعشری هم تاییدش میکنه، این شخص کتابی به نام کتاب الغیبه داشته. در چی؟
در اثبات مهدی بودن امام موسی کاظم فرزند امام جعفر صادق. کافی آقای ابوالقاسمی، بیشتر هم اگر نیاز داشته باشیم ما در خدمتتون هستیم. اما فرقه واقفیه، فرقه واقفیه، من خدمت شما عزیزان بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم از نسخه فارسی کتاب فرقشیه، کتاب فرقشیه ابا محمد نوبختی. اینم صفحه بعدش، اینم فرقه واقفیه. فرقه دوم گفتند، چی گفتند؟ که موسی ابن جعفر نمرده است و زنده است و نخواهد مرد تا آنگاه که شرق و غرب جهان را بگیرد و جهان را پر از عدل و قسط کند، همان گونه که پر از جور شده است، و او قائم و مهدی است. و گفتند که او از زندان بیرون رفته است، یعنی گریخته است و کسی او را در روز ندیده است و از او خبر ندارند و حکومتیان خبر مرگش را در انداختند و مردم را فریب دادند و دروغ گفتند و او از مردم غایب است و نهان شده است. و در این باره روایتی از پدرش جعفر ابن محمد علیه السلام آوردند که گفته بود او قائم و مهدی است و اگر سرش را از بالای کوی بر شما غلطانده شود باور مکنید زیرا او قائم است. و برخی گفتند که او قائم است و مرده است و امامت برای کسی جز او. یک لحظه احمد جان که من صفحه بعد رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. اینم صفحه بعد. امامت برای غیر از او نیست تا آنگاه که برگردد و قیام کند و ظاهر شود. و گفتند که او پس از مرگش برگشته است ولی در جایی نهان است و زنده است و امر و نهی می کند و اصحابش با او دیدار می کنند و او را می بینند. و دلیل را روایتی از پدرش آوردند که گفته بود قائم را از آن رو قائم نامند که پس از آن که بمیرد برخیزد. و برخی گفتند که او مرده است و قائم است و شباهتی از عیسی ابن مریم صلوات الله علیه در اوست و او بر نگشت است ولی به انگام قیامش برخواهد گشت و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده است. و پدرش گفته است شباهتی از عیسی ابن مریم در اوست و او به دست فرزندان عباس کشته خواهد شد و او کشته شده است. برخی کشته شدن او را انکار کردند و گفتند که مرده است و الله او را به نزد خودش برده است و به انگام قیامش او را برخواهد گرداند. همه اینها واقفه نامیده شدند زیرا بر عقیده به مردن موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردند و گفتند که او امام قائم است. اینها پس از او کسی را امام ندانستند و امامت را پس از او به کسی دیگری سرایت ندادند. این کتاب رو نه داعشی ها نوشتن نه عربستان سعودی و وهابی ها نوشتن که به شما نسبت داده باشند. فرقشیه نوبختی مال خودتونه. روایت کتاب دیگه، اینم فرق شیعه از سعد بن عبدالله قمی و الحسن بن موسی نوبختی. اینم سال چاپش. اینجا هم دقیقاً همون مطلبی رو که خدمت شما عزیزان ذکر کردم در اینجا مفصل فرقه 157 در اینجا مفصل در این مورد ذکر شده و فرقه 158 فرقایی که بعد از امام موسی کاظم اومدن و فرقه 159. تشکر میکنم احمد جان. نسخه عربیش هم خدمتتون نشون بدم. فرق شیعه حسن بن موسی نوبختی من اعلام قرن الثالث الهجری الواقفه موسی بن جعفر انه امام القائم ولم یتم بعدی به امام ولم یتجاوزوه الی غیری، که اینها اعتقاد داشتن که ایشون امام قائم است، قائم آل محمد، مهدی آخر الزمان و بعد از او به امامت کسی دیگری اعتقاد نداشتن. تشکر میکنم احمد جان. رجال کشی که در اینجا هم دوستان عزیز نشون بدن، اختیار معرفت رجال معروف به رجال کشی، اینم شناسنامه‌اش فرقه 288 الواقفه. اینجا در مورد همین فرقه که اعتقاد داشتن که امام موسی کاظم چی است؟ مهدی آخر الزمان است. تشکر میکنم. الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزائری، صفحه بعدش
اینم سال چاپش. اینم و منها الواقفیه و هم الذین قد وقفوا علی موسی بن جعفر. فرقه واقفیه کسانی بودن که توقف کردن بر موسی بن جعفر و انکروا موته و ادعا کردن که ایشون نمرده و قالوا انه حی و هؤلاء هم خواص الشیعه و ایشون مرده است و ذلك انهم كانوا وکلائه علی جمیع اموال الصدقات و دیگه همین و الاخماس من الشیعه که اموال صدقات و خمسای شیعه رو اینا میدزدیدن به نام وکیل بودن. مکان بعد فی قم و بعد فی بغداد الی غیر ذلك ولما اتصل بهم خبر فوت الكاظم تمعوا في الاموال فانكروا موته وقالوا انه حي ولم يدفعوا الاموال الى الرضا. همه چی بوده قضیه خمس بوده که فرقه درست کردن. به هر صورت اینم از کتاب سید نعمت الله جزایری. آقای ابوالقاسمی وقتی که حرف میزنی حداقل با این 200 درازگوش دیگری که اونجا کنار نشستن باشون بشین صحبت بکن، بگو که من میخوام همچین غلطی بکنم، نظر شما چیه؟ الکی نه یا اینجا آقای مولانا فلان گفته و این گفته. ما که حرفی میزنیم براش دلیل و مدرک هم داریم و هر راهی هم که فکر بکنیم که میخوای تدلیس بکنی، خیانت بکنی، اون راه رو هم بر تو میبندیم. این بود کلیپی که در مورد این درازگوش شبکه ولایت داشتم. شبکه‌ای که یکی از آخوندهای خودشون حسن علایاری در موردش میگه که مؤسس این شبکه، رئیس این شبکه ناصر مکارم شیرازی یهودی زاده ولد الزنا است. ما نمیگیم، ما هم تهمتی به نسب کسی نمیزنیم، اما حرف خودشون است. خب دوستان عزیز، این بود کلیپ دیگری که این آقا دروغی گفته بود و حرفی زده بود، خدمت شما عزیزان بیان کردیم. امیدواریم که این شجاعت و مردانگی رو داشته باشن که بیان جواب بدن و کلیپ ما رو کامل پخش بکنن، حرفای ما رو همین گونه که ما کلیپاشون رو کامل پخش میکنیم و پاسخ میدیم همین گونه پاسخ بدن.